بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خب إن شاء الله در درس امروزه ما بخشی متروک رو نظر میکنیم و بعدا مقلوب و بعدا سندی عالی و نازل. در درس 14 ما قسمی موضوع رو گذاشته بودیم، بخشی موضوع را یعنی حدیثی موضوع رو گذاشته بودیم و من به شما گفته بودم که مؤلف در کتابش کلمه متروک را همچون مرادف موضوع میارد، گویا که هر دوی این اصطلاحات به یک بخش اشاره میکنند، اما در اصل طبق فهمیشی محدثین بخش متروک یک بخشی جدا هست. از این سبب ما این را جدا نظر میکنیم که چی تعریف پیش کردند، گرچندی که در خود متن التذكرة فی علوم الحدیث این بخشی جدای خود را و مستقلانه خود را ندارد، بلکه همچون یک اصطلاح دیگر یا مرادف پیش کرده می شود برای بخشی موضوع. پس انشاءالله اولا میخونم بخشی نورو. والمقلوب وهو اسناد الحديث الى غیر راویه. خیلی یک تعریفی کوتاه را میدهد که پورا این بخش را نمیفهماند، اما میگوید که مقلوب حدیث است که به غیر از راوی حقیقی آن نسبت داده می شود. در اینجا من اضافه کردم یا در سند یا متن یک کلمه با یک کلمه دیگر عوض کرده می شود تا اینکه این تعریف روشن‌تر برای شما گردد. چون که در اینجا تعریفی که به مقلوب می دهد تنها یک قسمی یا اینکه یک بخش مقلوب را روشن می سازد. تنها تعریفی یک قسمی، یک متحدی قسمی زیرینی چی هست مقلوب هست، نه اینکه تعریف عمومی مقلوب. تعریف عمومی مقلوب عمومی تر هست و دو بخش رو در بر میگیرد، اما در اینجا تعریفی که پیش میکند تنها به قسمی مقلوبی سندی اشاره میکند. از این سبب ما این رو روشن‌تر و مفصل‌تر نظر میکنیم. 26 قسم میگوید والعالی و 27 هر دوی اینها چی هستند؟ ضد یک دیگر هستند. یعنی که وقتی که شما سند عالی رو بفهمید سند نازل رو هم خواهید فهمید. یعنی که این عالی و نازل اینها به اقسام حدیث اشاره نمی کنند، بلکه به اقسام سند اشاره می کنند. میگوید والعالی یعنی که سند عالی هو فضیلة مرغوب فیها. اولا میگوید که این یک فضیلت است که مطلوب می شود، یعنی که مردم به این رغبت دارند، به این خواهشمندند. یعنی که سند عالی داشتن یک چیزی هست که راویان حدیث رغبت دارند، برای همین میگوید این یک چیزی مرغوب هست. و یحصل بالقرب من النبی صلی الله علیه و سلم و من احد الائمه فی الحدیث. میگوید که و چگونه انسان میتواند که سند عالی حاصل کند؟ میگوید که این حاصل میشود به قرابت یا نزدیکی، به نزدیکی به پیامبر صلی الله علیه و سلم. یعنی که به این گونه یک سندی که سندت نزدیک باشد به پیامبر صلی الله علیه و سلم، یا اینکه نزدیک باشد به یکی از امام های حدیث. و بتقدم وفات راوی و سماعی. و این چنین این فضیلت یا اینکه سند عالی به دست آورده می شود یا حاصل کرده می شود اگر راوی در وقت پیشتر وفات کند. یعنی که در وقتی پیشتر، یعنی که نزدیکتر به وقتی البته پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کند. از مقابل به کدام راوی؟ مقابل به راوی که بعدتر در عصرهای بعدتر وفات می کند. و این چنین همون راوی که اولتر سند را می شنود. اگر دو شاگرد باشد و از بین همون دو شاگرد یکمش یا یک تایش این حدیث را اولتر شنود یا اینکه پیش از دیگر شاگرد شنود، سند شاگردی که حدیث را اول میشنود سند عالی نامیده می شود. و هر سندی که به مقابل اینها هستند سند نازل حسابیده می شود. میگوید که وهو ضد العالی، یعنی که این سند را گفته می شود یا اون سند را گفته می شود که به ضد سند عالی هست. خب اکنون برمیگردیم به تعریف حدیث متروک و این را نزدیکتر نظر میکنیم. لغتا اسم مفعول من الترك تسمي العرب البيضة بعد ان يخرج منها الفرخ التريكة ای متروکه لا فائده منها. در اینجا یک فایده لغوی پیش میکند. میگوید که اولا این از کلمه ترک هست، یعنی که ترک کردن. عرب ها تخمی را که پس از بیرون شدن چوجه از آن باقی میماند التریکه مینامند، یعنی چیزی که ترک شده و دیگر هیچ منفعتی ندارد. همون خودی تخمش را، تخمی که خالی میماند، آن را تریکه میگویند، چون که دیگر این تخم فایده ندارد، چوجه از درونش بیرون شده است.
پس این رو برای چی پیش میکند؟ برای آن که معنای ترک واضح تر گردد. اما اگر شما همین تا همین ترک رو هم بفهمید که معنایش ترک کردن است، حاجت به این فایده دیگر نیست. اما از جهت اصطلاحی چه معنا دارد؟ هو الحديث الذي في اسناده راو متهم بالكذب، یعنی که این حدیثی را گفته می شود که در سند همون حدیث راوی باشد که با کذب، یعنی که با دروغگویی متهم شده باشد، یعنی تهمت شده باشد. در اینجا تهمت به معنای این نیست که تهمت شده باشد و این راست نباشد، یعنی که در اینجا شک باشد که این یک راوی هست که احتمالی هست که میتوانسته باشد که دروغ گفته باشد، یعنی که این تهمتی بیجای نیست، بلکه علامت هایی هست و اشاره هایی هست که به ما اشاره میکند که این راوی شاید که در این حدیث دروغ گفته باشد یا این حدیث را ساخته باشد. خب این یعنی که خیلی نزدیک هست به حدیث موضوع. حدیث موضوع آن حدیث رو گفته می شود که ما میدانیم که فلان شخص این رو ساخته است. اما وقتی که یک حدیث دیگر داشته باشیم و ما بدانیم که آن حدیث موضوع هست، ساخته شده هست، اما ما شک داشته باشیم و نفهمیم عمیق که کی این حدیث رو ساخته است و نام یک چند نفر رو داشته باشیم که احتمال هست که از بین این 3 نفر این حدیث رو یکی از اینها ساختگی هست، تمام همین 3 راویان چی میشوند؟ متهم بالکذب میشوند، یعنی که در این 3 اشخاص، در این 3 نفرها احتمال هست و ما شک داریم که یکی از اینها این حدیث رو ساختن، چون که این راوی با ما این گونه یعنی معلوم می شود، یا در این راوی این اشاره ها هست، یا در مورد این نفرش این عالم چونین گفته است که یک وقت چونین بیان کردگی بود، یا این عادت ها رو دارد، یا میل به این گونه رفتار هست. پس یعنی این درجه هست که یا قسمی هست که خیلی به موضوع مانند هست، اما کم آسوده تر هست یا کم بلندتر هست از گویم که از حدیث موضوع. اما باز هم این هم ترک شده هست، حدیثی هست که ترک می شود و حدیثی هست که قابل قبول نیست، یعنی که تنها ضعیف نیست، این خیلی ضعیف هست و ترک شده هست، باید که ترک شود، قابل احتجاج نیست، قابل به دلیل گرفتن از این حدیث نیست. خب اکنون بعضی سبب های متهم شدن راوی به دروغگویی چیست؟ 2 چیز را امام شیخ محمود پیش کرده است. یکمش این است که حدیث تنها از سند او روایت شده باشد و با قاعده های معلوم مخالفت کند. تنها همین نفر هست که روایت میکند و روایتش خیلی یک روایتی نادرست و عجیب به نظر میرسد. یک روایتی را میکند که به چیزهایی که الکی معلوم هست و الکی انیق هست به این گونه قاعده ها مخالفت میکند. و دویم این است که راوی در سخنان عادی خود به دروغگویی مشهور باشد، هرچند که در نقل حدیث نبوی دروغ او آشکار نشده باشد، یعنی که عموما مردمی همون زمان میدانند که همین نفر به دروغگویی مشهور هست، دروغ میگوید در کلام خود، در باره خود، در گفتگوی روزمره دروغ میگوید، گرچند که ما ثابت نکرده باشیم یا با ما ثابت نشده باشد که یعنی در حدیث نبوی دروغ میگوید یا دروغ گفته است، گرچند که برای این ما دلیلی نداشته باشیم یا با ما یعنی روشن ثابت نشده باشد، اما در گفتگوی روزمرهش دروغ میگوید و از این رو ما این شخص رو متهم بالکذب حساب میکنیم. این یک دلیلی هست. خب و اکنون مرتبه این حدیث چیست؟ از همه ضعیفترین حدیث ها موضوع می باشد و پس از آن متروک یعنی ترک شده. سپس منکر که منکر رو به فکر ما گذاشتیم، منکر اگر باید داشته باشید به مانند شاذ هست، منکر به خلاف معروف هست و شاذ به خلاف محفوظ هست. و پس از آن معلل علت دار و بعد از آن مدرج و بعد از آن مقلوب که امروز میگذاریم و در نهایت مضطرب قرار دارد. حافظ ابن حجر این ترتیب رو چنین بیان کرده است. خب یعنی که این ترتیبی حافظ ابن حجر هست، دیگر عالمان کمی اختلاف میکنند، اما عموما همین قدرش یعنی متفق علیه هست، همین قدرش قابل قبول هست که تمام این نوعهای خیلی ضعیف می باشند و اگر برای آنها یک حل پیدا نشده باشد، یعنی که اگر ادراج یک حدیث مثلا در بخش مدرج، اگر ادراج یا همون بخش مدرج شده، همون بخش داخل شده یا اضافه شده همون حدیث اگر پیدا شدگی نباشد یا معلوم نشده باشد، حل نشده باشد، البته حدیث قابل قبول نیست. اما اگر حل شده باشد و جدا کردگی باشد، پس حدیث از قابل قبول نبودن یعنی بیرون می شود
با قابل قبول بودن. یعنی در اینجا تفصیلات هست، اما عموما این نوعی احادیثی ضعیف می باشن و همین خل از ضعیف به تماما ضعیف جدا و تماما موضوع می رسند. در اینجا یک ترتیب هست، این گونه ترتیب قوتی هم هست. میگذاریم اکنون به یک مثال حدیث متروک. مثاله حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. وقد قال النسائي والدارقطني وغيرهما من عمرو بن شمر متروك الحديث. خب این یک حدیثی هست، سندش در اول هست. خب در اینجا ترجمه شدگی هست، برمیگردد به علی و عمار رضی الله عنهما که آنها فرمودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز صبح قنوت میخواندند، از نماز صبح روز عرفه تکبیر میگفتند و در نماز عصر در آخر روزهای تشریق قطع میکردند، یعنی تکبیر گفتن رو. اما این حدیث با این سند حدیثی متروک هست. از چی سبب؟ از سببی که یک راوی در سند این حدیث موجود است که راوی متروک الحدیث نامیده می شود. خب در اینجا متروک الحدیث کی هست؟ عمرو بن شمر. حدیث عمرو بن شمر و شمر، خب هر دویش هست. عمرو بن شمر این یک راوی هست که متروک الحدیث هست. چگونه یا چرا؟ از سببی که چطوری که من برای شما گفتم در صحیفه قبلی، این یک انسانی بود، یک راوی بود که خیلی ضعیف بود، صفتهای خیلی ضعیف داشت و مردم این را یعنی این یا اینکه در گفتگوی روزمره دروغ میگفت یا اینکه چیزهای را روایت میکرد که دیگران آن حدیث رو روایت نمیکردند و این تنها بود در روایت کردنی چیزهایی که یعنی عموما مردم نمیفهمند. بعضی حدیث های می باشد که اگر یک کس یک نفر تنها باشد در روایت کردنش باکی ندارد، اگر یک قاعده معلوم باشد، اگر یک گویم که موضوع معلوم باشد، ما تحت یک اصل شرعی بیافتد، فضیلت فلان سوره باشد که الکی درباره فضیلتش ما آگاه هستیم، یا فضیلت فلان روز باشد، یا درباره مثلا فضیلت روزداری باشد که ما تحت یک اصل بیافتد که قبلا ما آگاه هستیم. اما اگر این گونه گپی باشد که قبلا هیچ بار شنیده شدگی نیست و ما تحت یگان اصل و موضوع اسلامی داخل نشود و این یکم بار باشد و تنها همین راوی باشد که این گونه حدیث را پیش میکند و این راوی باشد که مستحکم نباشد و احتمال دروغگویی داشته باشد و در گفتگوی روزمره‌اش دروغ گوید و این یعنی بین مردم یعنی این یک مشهور شدگی باشد، پس روایت این گونه شخص متروک میگردد و این گونه راوی خودش متروک الحدیث نامیده می شود. پس همین نفر عمرو الجعفی الکوفی این متروک الحدیث هست و اگر این در سند یگان حدیث پیش آید حدیث متروک الحدیث می گردد. این معنای آن را ندارد که متن حدیث همه وقت اگر از طرف از طرف یک متروک الحدیث باشد قبول کرده نمی شود. این حدیث قبول کرده نمی شود، اما اگر این متن با یک سند دیگر پیش آید و با سند یک نفری که یا راویانی که قابل قبول باشن البته قبول کرده می شود. یعنی ما با این عمل میکنیم که از نهم روز عرفه تکبیر میگوییم تا نماز عصر آخران روزهای تشریق این گونه تکبیر میگوییم، اما ما این را از این حدیث ثابت نکردیم بلکه از دیگر حدیث هایی که قابل قبول هستند ثابت کردیم. پس این گونه حدیث را ترک کرده می شود و این گونه حدیث خیلی ضعیف شماریده می شود. خب اکنون میگذاریم به حدیث مقلوب. همین قدر خلاصه این بخش همین است که حدیث متروک کمی بالاتر هست از موضوع اما خیلی نزدیک هست به حدیث موضوع. فرق بین آنها همین قدر هست که در حدیث موضوع راوی که روایت میکند یا زیر سؤال هست ما انیق میدانیم، یعنی قناعت میشویم که این راوی دروغ گفته است و این دروغ رو نسبت دادگی هست به پیامبر صلی الله علیه و سلم، بر پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ گفته است. اما در مورد راوی که حدیثی یعنی در مورد راوی که در گفتگوی روزمره خود دروغ میگوید اما ما انیق نمیدانیم که آیا به پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغی رو نسبت داده است یا نه، اما این گونه معلوم می شود چون که عموما عادت دروغ گفتن رو دارد و عموما چیزهای رو روایت میکند که دیگر راویان این حدیث ها رو نمیدانند. پس این گونه راوی رو متروک الحدیث گفته میشد و قوت حدیث راوی که این گونه روایت میکند متروک الحدیث نامیده می شود و کمی از موضوع بالاتر می باشد.
خب و اگر یک چند تا نفرها زیر سوال بیافتند که و احتمال یا که شک به آنها بیفتد که از این 3 نفر یکی از اینها دروغ گفتگی هست، چون که در اینجا این احتمال هست و در اینجا این نشانه هست، تمام آنها متهم بالکذب شماریده می شوند. یعنی که کسانی که تهمت شده هند یا که به آنها شک هست که آنها یعنی این حدیث رو چی کردن، یعنی از پیش خود ساختگی هستند و در مورد همین حدیث دروغ گفتگی هستند. پس متهم بالکذبی که به زبان عربی هست به مانند تاجیکی نیست. یعنی که در زبان تاجیکی وقتی گفته می شود که کسی تهمت شدگی هست، یعنی که آن شخص بیچاره هست، آن شخص بیگناه هست و ناحق بر او تهمت شدگی هست به خلاف او. اما در اصطلاح حدیثی متهم بالکذب یعنی که از سبب نشانه های جدی و از سبب قرائن ها و از سبب حالت هایی که و عادت هایی که همان نفر خودش دارد، ما خیلی احتمال شدید هست که همون نفر این دروغ رو گفته است. اما از 1-2-3 نفر ما نمیدانیم عمیق که کدامی از اینها دروغ گفتگی هستند. این گونه نفر رو و این گونه راوی رو متهم بالکذب گفته می شود. یعنی که ما شک داریم و خیلی احتمال زیادی هست که دروغ گفته است. به هر حال حدیث مقلوب لغتا هو اسم مفعول من القلب. خب این اسم مفعول هست از کلمه قلب و علاقه کسانی که تجوید رو میدونند شما آگاه هستید که قلب چی معنی دارد. هو تحویل الشیء عن وجهه، تغییر شدن یا تغییر دادن چیزی از حالت اصلی آن. و اصطلاحا ابدال لفظ بآخر في سند الحديث او متنه بتقدیم او تأخیر و نحوه. تغییر دادن کلمه با یک کلمه دیگر، چی در سند حدیث باشد یا چی در متن آن باشد، با تقدیم یعنی که با پیش آوردن یا قفا بردن یا به مانند همین ها. خب اکنون صحیفه بعدی رو نظر کنید. قسم های حدیث مقلوب به دو قسم اساسی تقسیم می شود. یکمش مقلوب سند هست، دویمش مقلوب متن. مقلوب سند و مقلوب متن. اکنون نظر میکنیم مقلوب سند چیست. اون حدیث رو گفته می شود که تغییری همین قفا یا پیش آوردن که گفتیم همین در سند حدیث رخ می‌دهد و این هم 2 صورت دارد. میتواند از 2 صورت هم زیادتر، اما دو شکلی عمومی دارد، 2 صورت عمومی دارد. یکمش این است که پیش آوردن و قفا بردن نام و نام پدر راوی حدیث. مثلا حدیثی که از کعب ابن مره روایت شده باشد، از طرف راوی به شکل مره ابن کعب نقل می شود. یعنی شکل یکمش چیست که نام پدر راوی و خود نام راوی تبدیل شود، جایشان پس و پیش شود. اگر این گونه قلب شود یعنی که مقلوب شود، یعنی این در این صورتی مقلوب السند داخل می شود. بعضی مثلا در حدیثی که کعب ابن مره روایت کرده است، ناخست یک راوی چی بگوید؟ مره ابن کعب بگوید. این یعنی این احتمال دارد که انسان میتواند گونه خطا کند. نام ها مثلا اگر به هم دیگر مانند باشند یا انسان فراموش کند که پدرش کی بود و پسرش کی بود، ناخست میتواند که به جای کعب ابن مره ابن کعب بگوید. و دویم شکلش این است که تغییری راوی با شخص دیگر به قصد عجیب کردن، به قصد اغراب. کلمه عربی است میفهمونم. مثلا حدیث مشهوری که از سالم نقل شده باشد، راوی آن را از نافع روایت کند. یعنی که در اینجا یک راوی نیت کند یا بخواهد که نام یک راوی را به یک نام راوی دیگر تبدیل کند که بداند که هر دو این راوی ها از یک نفر شنیدگی هستند، گوییم که شاگرد یک استاد بودند و این نقل کننده این راوی خواهد که نام یکی از این راوی ها را به نام دیگرش تبدیل کنند برای آن که حدیث های خود را عجایب تر سازد و زیادتر سازد. فهمیدین؟ این اغراب معنایش همین هست، عجایب ساختن، یعنی جالب کردن. برای اون که همه وقتی که در مجلس های حدیث من اشاره کرده بودم قبلا که وقتی که در مجلس های حدیث یک شیخ همه وقت بگوید که من از سالم شنیدم یا من از استادم شنیدم که از سالم شنید، این یعنی به شاگردان نشان میدهد که این استاد تنها یک استاد داشت یا یک 2-3 استاد داشت، همه وقت یک نام ها را همه وقت تکرار میکند و شاگردان حدیث بعضی وقت مانده میشدند یا اینکه اگر حدیث های سالم را علاقه شنیدگی باشند میخواستن که به طرف یک شیخ دیگر بروند. بعضی این گونه شیوخ، بعضی این گونه استادها میخواستن که مجلسی خیلی کلان داشته باشند. البته مردم پرهیزگار، مردم
برحق و مردمی البته تقوادار این گونه نمی بودند، اما بعضی کسانی که کمی بیماری قلبی داشتن و میخواستند برای ریاکاری و غیره مجلس های کلان کلان داشته باشند. پس آنها میخواستند که بعضی وقت این گونه نام ها رو پس و پیش میکردند که هم در کاری غلط نافتند، یعنی میدانستند که هر دو این نفرها حدیث رو از استادشون شنیدگی هستند، اما من تنها از یک شاگرد همین استاد شنیدگی هستم. بعضی وقت نامی یکی از این شاگردانم به نام دیگر چی میکرد؟ تبدیل میکرد. و بین سالم و نافع، یعنی برای چی این مثال در اینجا آورده میشود؟ برای اون که سالم و نافع گویا که شاگردان یک استاد بودن، شاگردان ابن عمر. سالم که بود، سالم اصلا پسر ابن عمر بود، سالم ابن عمر، و نافع مولا بود، یعنی خادمی آزاد شده آن بود. خادمی ابن عمر عبدالله ابن عمر بود، یعنی آنها به همدیگر مانندی داشتن و آنها یعنی همه وقت حدیث های عبدالله ابن عمر رو میشنیدند. چطوری که گفتم سالم پسرش و نافع مولاش بود، خادمش بود، و هر دوی آنها خیلی مستحکم بودند. هر دوی آنها گویا که عیناً یک خیل حدیث ها رو روایت میکردند. اما اگر کسی تنها از سالم شنیده باشد، این گونه اگر خواهد که کمی برای عجایب کردن و کمی برای جالب ساختن مجلس خود اگر خواهد این گونه کند، این گونه میکرد. البته این کار درست نیست، چون که یک نوعی توریه هست و یک نوعی دروغگویی گویا هست، اما اگر کند این را مقلوب السند گفته می شود. بعضی وقت البته این حادثه ناخواست پیش می آمد، یعنی بغیر از قصد، و بعضی وقت قصداً کرده می شد. ادامه می دهیم با مقلوب المتن. البته این آن حدیثی است که تغییر در متن حدیث رخ می دهد. همین تبدیلی و پس و پیشی در متن حدیث رخ می دهد، نه اینکه در سندش، نه اینکه در نام راویان و غیره، بلکه در یکی از عباره یا جمله های حدیث. و این هم دو صورت دارد. البته تنها در همین دو صورت مقید و بند نیست، می تواند که صورت های زیادتر باشد، یا اینکه هر دو این صورت را همین خیل مثال های مقلوب المتن حساب کنید. شرط نیست که این گونه دو صورت تنها حساب کنید، اما به هر حال دو مثال برای این چیست. مثلا یک شکلش همین است که پیش آوردن و قفا کردن بعضی قسمت های متن حدیث. ناخواست چی می شود؟ یک راوی و هنگامی که یک حدیث رو پیش می کند، در همون حدیث اگر دو قسمتش یا اینکه دو عبارهش به هم دیگر اگر مانند باشد، دستی چپ و راست مثلا اگر باشد، ناخواست دو عباره رو تبدیل می کند، پس و پیش می آورد. مثلا در اینجا نظر کنید حدیث ابی هریره رضی الله عنه که امام مسلم روایت میکند درباره 7 نفری که الله سبحانه و تعالی آنها رو در زیر سایه رحمتش جای میدهد در روزی که جز سایه او سایه دیگری نیست. 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. خب این حدیث رو در نظر دارند و در همونجا همین 7 گروه نفرها ذکر میشوند و در اونجا یک گروه همین نفرها مردی می باشد، یعنی نفری می باشد، مرد زن فرق نمی کنند، اما نفری می باشد که صدقه میداد و صدقه خود را پنهان کرده میداد، یعنی اینقدر یعنی اخلاص داشت، اینقدر مخلص بود که میخواست که کسی نفهمد و این گونه پنهانن اینقدر پنهان کرده میداد که حتی گویا که دستی راستش نمیفهمید یا یک دستش نمیفهمید که دیگر دستش چی خرج کرد در راه صدقه. پس در همون جا یک عباره می آید و رجل تصدق، مردی که صدقه داد و اون رو پنهان کرد تا همین حدی که دستی راستش نفهمد که دستی چپش چی خرج کرد یا چی خرج میکند. اما این در نزدی بعضی راویان حدیث برعکس نقل شده است. خب یعنی متن صحیح این است تا دستی چپش نفهمد که دستی راستش چی خرج میکند. فهمیدید؟ یعنی عباره درست حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، اون چیز که دستی راستش خرج میکند، یعنی که دستی که خرج میکند یا میدهد دستی راست هست و اون دستی که نمیفهمد آگاه نمیشود دستی چپ هست. اما در یعنی از سند بعضی راویان وقتی که بعضی راویای یعنی بعضی استادان این حدیث رو نقل کردن و روایت کردن، ناخواست این دو عباره رو برعکس گفتن یا این دو کلمه رو اگر خواهید برعکس پیش کردن. بعضی ها ناخواست خطا کردن و گفتن حتی لا تعلموا یمینه ما تنفق شماله، برعکس گفتن. و بعداً وقتی که هر دوی این شکل ها روایت شدن گرفت، عالمان حدیث درک کردن و نشاندهی کردن، آگاهی دادن که اینش مقلوب هست و اینش شکلی درست هست.
این یک راهی یا یک شکلی مقلوب المتن می باشد. ببینید که چه تبدیلی و پس و پیشی در خود متن رخ داد. و شکل دویمش این است که تماما پوره همون متن به یک سند دیگر نسبت داده می شود نخست. البته قصداً هم کرده می شود، اما ما تنها همون شکل های گوییم که نخست رو نظر می کنیم و شکل هایی که منبع آنها گوییم که سرچشمه آنها از غلطکاری مردم می باشد. یعنی عموما انسان در غلطکاری و در بعضی وقت غلط می کند، غلط می فهمد، غلط پیش می کند. یعنی خود انسان بعضی کوتاهی دارد. اینها رو نظر می کنیم. به هر حال بعضی وقت چی می شود؟ پوره همون متن حدیث به سند یک حدیث دیگر نسبت داده می شود. یعنی اینکه یک راوی سند رو پیش می کند و با جای آن که متنی که به همون سند رابطه دارد یا از همون سند هست، به جای که آن متن رو پیش کنند یک متن دیگر رو پیش می کنند. این رو هم بعضی علما در شکل‌های مقلوب در آوردند. گرچند که بعضی ها اگر باید داشته باشید این را مدرج می نامند. میگویند که برای این سند وقتی که یک گپی از پیش خود راوی وقتی که پیش کرده می شود این را مدرج گفته می شود، مدرجی متن اگر باید داشته باشید. اما در این شکل گپ از پیش خود معلم یا خود راوی پیش کرده نمی شود، بلکه راوی حدیث رو پیش می کند، متن حدیث رو پیش می کند، اما نخست یک متن رو به سند دیگر نسبت می دهد. اما واقعی که برای این شکل پیش کرده می شود واقعی امام بخاری می باشد. پس در اینجا می گوید راوی متن یک حدیث را به سند دیگری حدیث نسبت می دهد و سند آن را به متن دیگر انتقال می دهد با مقصدهای سنجش یا دیگر سببها. مثلا اون چیزی که اهل بغداد با امام بخاری رحمه الله انجام دادند، آنها 100 حدیث را بر او تغییر دادند و از او درباره آنها برای سنجش حفظش سوال کردند. او همه آنها را به شکل صحیحشان برگرداند و در هیچ یکی از آنها خطا نکرد. یعنی این به کدام واقع اشاره میکند؟ وقتی که امام بخاری در مرتبه علمیش بالاتر رفت و مشهورتر شد در زمانش، مردم بغداد یعنی که عالمان بغداد خواستند که او را کمی بسنجند، کمی امتحان کنند، از او اختبار بگیرند. پس او را دعوت دادند برای همین خیلی مجلس علمی، برای گویم که وعظ و نصیحت علمی. و وقتی که امام بخاری به بغداد رسید از او گویا یعنی به اون نگفته بودند و تنها علما میدانستند در مورد همین سنجشی که کرده بودن یا همین پلانی که داشتن، گویم که همین مصلحتی که کرده بودن، تنها علمای همون مجلس آگاه بودن که همین گونه ما یک امتحان رو پیش میکنیم به همین عالم، چون که میخواستن بفهمن که یعنی در حقیقت آیا این عالم بزرگ هست، آیا این در علم حدیث یعنی علم دارد، در حقیقت آیا این اینقدر حفظ خوب دارد، چون که با حفظش و با علمش در حدیث خیلی مشهور شده بود. پس این عالمان بغداد چی مشوره کردن که 10 نفر را انتخاب میکنیم، یعنی همچون سوال کننده، و هر 10 نفر باید که 10 حدیث را انتخاب کند و سند و متنهای این 10 حدیث را باید پس و پیش کنند. یعنی که مثلا نفر یکم 10 حدیث را انتخاب میکند، سند یکم را به سند دوم میدهد، سند دوم را به حدیث سوم میدهد، سند چهارم را به حدیث پنجم میدهد. همین خیلی که خواهد الدرش میکند. خب یعنی پس و پیش میکند سند و متنهای این حدیث ها را، تا اینکه از پیش خود هیچ گپی را البته اضافه نمیکند، اما سند یک حدیث را میگیرد و متن یک حدیث کاملا دیگر را میگیرد و با هم پیوست میکند و یک حدیث نو که به وجود می آورد یا اینکه آماده می سازد و این را به امام بخاری پیش میکند تا اینکه بسنجش، تا اینکه یعنی چی بگیرد، تا اینکه امتحان بگیرد از امام بخاری و علمش رو بسنجد. پس این گونه 10 نفر 10 حدیث رو انتخاب کردن و پس پیش کردن متن و سندهای آنها رو. و وقتی یعنی پرسش از امام بخاری رسید، نفر یکم رفت و حدیث یکمش رو پیش کرد که من با این سند این حدیث رو یعنی پیش کرد، سند حدیث رو پیش کرد و بعدا متن حدیث رو گفت
و امام بخاری در جواب گفت که من این حدیث رو نمیدونم. همین خیل حدیث دوم رو پیش کرد. امام بخاری در جواب گفت من این حدیث رو نمیشناسم، چون که شما علاقه میدونید که اینها حدیث ها نیستند. گرچند که سند یک حدیث باشد و سند درست باشد و متن یک حدیث دیگر باشد، اگر انسان متن یک حدیث رو بگیرد و سند یک حدیث دیگر رو بگیرد و آنها رو به هم دیگر پیوست کند، این یک حدیث نو به وجود می آید. چون که این نفرها البته که یک جای شده این گپ رو و این سخن رو نگفتند، نقل نکردند، پس این گویا که یک حدیث نو می شود. و چون که البته اینها اصلا وجود نداشتند، امام بخاری البته راست میگفت و حقیقت را میگفت که من این حدیث رو نمیدونم. و همین خیل یعنی 10 نفر بود و هر 10 نفر درباره 10 حدیث سوال میکرد. همین خیل هر نفر سوال کرده میگذشت و فکر کنید برای هر یک حدیث تا 100 حدیث امام بخاری در پیش اینقدر یک مجموعه و مجلسی کلان میگفت که من نمیشناسم. و مردم عوام خیلی در حیرت مانده بودند، خیلی تعجب کردند که ما فکر کردیم که این عالم هر یک سوال رو درست جواب میدهد، هر یک حدیث رو میشناسد، چون که این با لقب امیر المؤمنین فی الحدیث مشهور شده بود. یعنی آنها تعجب کرده بودند چرا نمیداند. این در اصل شاید این گونه گمانهای بد هم کرده بودند که این در اصل هیچ عالمی نبوده است، این در اصل چیزی را نمیدانسته است. مردم عوامی همان مجلس همین گونه در فکر و در یعنی گمانهای بد افتاده بودند. اما عالمان همان مجلس که این یعنی مشوره رو کرده بودند به هم دیگر یعنی نظر کردند و اشاره کردند با چشمان خود و با یعنی روی خود که یعنی این شخص فهمید، این شیخ فهمید یعنی درست جواب داد. در اصل همش رو درست جواب داد، چون در اصل این حدیث ها وجود نداشته بودند، یعنی نداشتند. و در آخر بعد امام بخاری وقتی که 10 نفر که حدیث های خود رو پیش کرد و امام بخاری گفت یعنی جوابی حقیقی را داد که من این رو نمیشناسم، امام بخاری بعد در آخر گفت که یعنی اگر شما تمام کرده باشید من به شما اکنون میگویم شکل درست این حدیث ها را. یعنی که بعد اشاره کرد، گفت که نفر یکم این حدیثی که پیش کرده بودی با این سند اصلا سندی آن حدیثی مثلا 6 هست. یعنی که تمام حدیث هایی که الدرش کرده بودن آنها را با شکل درستش به هر یک سوال کننده پیش کرد. مثلا گفت یعنی شخص دوم این حدیثی تو، این متن تو به این سند برابر هست و این سند با این متن درست هست و این سند با این متن درست هست. همین خیل هر یک از یکم حدیث دوباره جواب داد و بر هر یک حدیث متنش رو با سند درستش یعنی که با سند حقیقیش پیوست کرد و با آنها شکل درست تمام این حدیث ها رو پیش کرد. و البته مردم بعد تعجب کردن و فهمیدن که امام بخاری این امتحانش رو گذشت و در حقیقت هم یک عالمی خیلی مرتبه کلان و خیلی پر از علم و دانش بود. و امام ابن حجر الاسقلانی اگر باید داشته باشید که شرح بخاری رو نوشتگی هست، الشافعی امام ابن حجر یک نقطه رو پیش میکند در مورد همین واقعه. میگوید که گپی حیرت انگیز و گپی که ما رو در تعجب میگذارد، در حیرت میگذارد این نبود یا این نیست که امام بخاری تمام شکل درست این حدیث ها رو فهمید و پیش کرده توانست. چون که البته امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث بود، یعنی که یک امیر بود در ساحه حدیث، از همه عالمی بلند مرتبه و یعنی پیش قدم بود در این ساحه. بلکه گپی اصلی که یعنی ما رو در حیرت میگذارد این گپ هست که چطور امام بخاری توانست که با یک بار شنیدن شکلی نادرستی هر حدیث آنها رو هم ازیاد کرده توانست. یعنی که وقتی در جوابش هر حدیث رو درست پیش کرد، چطور توانست که شکل نادرستی آنها رو هم در فکرش بگیرد تا اینکه به هر سوال کننده بگوید که تو این گونه پیش کردی و اینش شکل درست هست. این است گپی امام ابن حجر الاسقلانی که حقیقت هم گپش درست هست. به هر حال این بود واقعه بغداد و که به مردم ثابت شد مقام امام بخاری رحمه الله. و این را البته میگویند حدیث مقلوب، یعنی که چی کردن در مجلس عالمان حدیث ها رو مقلوب کردن، پس و پیش کردن، پر سند یک حدیث را به متن یک حدیث دادن. البته گویم که حدیث ها رو شکستن، نصف کردن، از مابین شکستن، از مابین سند و متن و سند های آنها را به هم دیگر الدرش کردن، پس و پیش کردن
و امام بخاری توانست که آنها را درست پیش کند. اکنون دیگر چیست؟ تعریف الحدیث المقلوب. بخشیشین مقلوب باید نباشد. سر الله ها را تبدیل نکردم. این در مورد العلو و النزول هست. حدیثی یا سندی العالی و سندی النازل. خب العالی و النازل رو من در یک صحیفه به شما پیش میکنم. العالی اسم فاعل من العلو ضد النزول. یعنی که سندی عالی این اسم فاعل هست از کلمه العلو که معنایش بلندی هست. علو بلندی که ضدی النزول هست. نزول یعنی پستی. و النازل اسم فاعل من النزول ضد العلو. و کلمه نازل اسم فاعل هست از مصدر النزول که ضدی العلو هست. یعنی که معنایش پستی هست. اکنون اصطلاحاً حدیثی یا سندی عالی و سندی نازل چی معنی دارد؟ یا الاسناد العالی هم گفتم می شود باکی نیست اگر اسناد گوید. میگوید که الاسناد العالی هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. میگوید که سند عالی اون سندی هست که شماره راویانش نسبت به سند دیگر که اون حدیث رو با شماره بیشتر روایت میکند کمتر میباشد. با کلمه های آسان سند عالی یعنی که سندی بلند، یا اینکه اینگونه یعنی تصور کرده میتوانید که سندی کوتاه، سندی که راویانش کم باشد، در هر یک طبقه یا تنها یک تا باشد، یعنی سندی باشد که خیلی راویانش کم باشد. یعنی بین پیامبر صلی الله علیه و سلم و بین آخران نفری که این حدیث رو در کتابش روایت کرده است به مانند امام بخاری مردمی خیلی کم باشد، نامی راویانی خیلی کم باشد. و الاسناد النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل. میگوید که اسناد نازل آن سندی هست که شماره راویانش نسبت به سند دیگر که آن حدیث رو با شماره کمتر روایت میکند بیشتر میباشد. فهمیدید؟ یعنی که حدیثی که در سندش راویانی خیلی زیاد باشد. و من این رو برای شما با این شکل پیش کردم، در اینجا نظر کنید. البته سندی عالی و نازل و این بحثی عالی و نازل چندین تا اقسام دارد، موافقه، بدل، مساوات و غیره، اما اصلا این اقسام اونقدر ثمره ندارند، تنها نام ها هستند برای شکل های گوناگون. و از تجربه که دارم متاسفانه شاگردا یعنی خیلی کم شاگردان این اقسام رو میدانند. از این سبب چون که شما نوآموز هستید من این اقسام رو برای شما پیش نمی کنم، چون که چطوری که گفتم ثمره نیست، یعنی فایده نیست برای دانستن این اقسام، تنها نام ها هست. اما اگر تمام این اقسام رو شما عالی و نازل بگویید این هم یعنی خطا نمیکنید. از این سبب من برای شما یک خریطه رو پیش میکنم، یک جدول رو پیش میکنم. در اینجا نظر کنید گویا از پیامبر صلی الله علیه و سلم یک حدیث روایت میشد با دو سند. خب یعنی که یک متن هست اما دو سند دارد. اولا میدونید که صحابی از پیامبر صلی الله علیه و سلم میشنود و بعدا به تابعی میدهد و بعدا تابعی به تبع التابعی میدهد. بعضی وقت میشود که تابعی میتواند که به معاصر بدهد سند رو، یا اینکه به چندین تا معاصر هم عصرها بدهد. برای همین بعضی وقت اینگونه میشود که به صحابی میرسد، صحابی به تابعی، تابعی به یک تابعی دیگر، به یک تابعی دیگر و اون تابعی بعد به اتباع التابعی میدهد. و در این سند اگر نظر کنید در اینجا هم عین متن روایت میشود. متن یک هست، به صحابی میدهد، صحابی به تابعی، تابعی به اتباع التابعی. مقصدم همین است که یک متن روایت میشود. متن را الکی میدونید، یعنی همون سخن اساسی حدیث روایت میشه در این با این سند هم و با این سند هم، اما با دو سند. خب اما نظر کنید در این سند چند نفر هست بین عبدالله همین یک نام رو انتخاب کردم. این میتواند که اگر خواهید میتواند امام بخاری نویسید، در اینجا محمد بن اسماعیل البخاری نویسید. من همین خیلی برای نمونه، برای مثال، برای همچون مثال پیش کردن عبدالله ماندم و جابر ماندم. اینها نفرهای خاص نیستن، نفرهای مهم نیستن. همین خیلی نام ها هست که من انتخاب کردم، سندی عبدالله و سندی جابر. خب عبدالله در اینجا بین عبدالله و نبی صلی الله علیه و سلم 3 نفر هست و بین این سند دیگرین، خب دیگری بین جابر و بین نبی صلی الله علیه و سلم 1 2 5 نفر هست. پس این رو ما میگویم سندی نازل و این رو ما میگویم سندی عالی. یعنی از جهت معنای لغویش سندی بالا و سندی پایان
حتی یعنی کمک به اینها موافقت میکند که این سندی بالاتر هست، پایانتر هست. اما هدف بالا و پایان چیست؟ یا سندی کوتاه و سندی دراز. هدفش این است، یا هدف این بخش همین است که عموما سندهایی که عالی هستند، سندهایی که کوتاه‌تر هستند، آنها مرتبه بالاتر دارند از سندهای نازل. سندهای کوتاه‌تر بالاتر هستند از نگاه درجهشون بر بالای سندهای نازل، سندهای درازتر. از چی سبب؟ از این سبب که وقتی که سند کوتاه‌تر باشد، نفرهایی که باید جستجو شوند، راویانی که باید تحقیق شوند، آنها کم هستند و احتمال راوی نادرست کمتر می شود. فهمیدین؟ یعنی که اگر یک گپی را تابعی در زمان خود پیش کند، آن گپ زیادتر قوت دارد، یا یک گپی را که یک عالمی که در همین عصر 21 پیش کند، در سال 2025. البته که سخنی که تابعی پیش میکند، چون که بین تابعی و پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها صحابی هست. احتمال هست که یک تابعی دیگر باشد، از یک تابعی شنیده باشد و آن تابعی از صحابی شنیده باشد و صحابی از پیامبر صلی الله علیه و سلم. یعنی که وقتی که گپ با نفرهای کم انتقال می شود، یعنی که داده می شود، روایت می شود، احتمال خطا داخل شدن خطا در همان سند کمتر هست. فهمیده ایستادید؟ وقتی که عصر زیادتر شود، طولانی تر شود و مردم هم زیادتر اضافه شود به سند، احتمال خطا هم زیادتر می شود. چون که گپ می تواند که روایت وقتی روایت شدن می تواند که با معنایش روایت شود، نه اینکه با لفظهای اساسیش، با لفظهای دقیقش. یا اینکه یک کس وقتی که نفرها زیادتر شود چی می شود؟ احتمال خطا هم زیادتر می شود. و وقتی که در سند راویان بیشتر اضافه شود، ضرورت تحقیق کردن هر یک از این راوی‌ها هم زیادتر می شود. فهمیدید؟ و سندهایی که کوتاه‌تر هستند، آنها از جهت قوت و مرتبه بالاتر حساب می شوند و سندهایی که درازتر هستند، قوت آنها پایانتر هست، چون که احتمال خطا زیادتر می شود در این گونه سندها. و امام بخاری در کتابش صحیح البخاری حدیث های دارد. عموما حدیث بین امام بخاری و نبی صلی الله علیه و سلم 4 تا 5 نفر می باشد. اما حدیث هایی هست در صحیح البخاری به نام ثلاثیات که تنها بین پیامبر صلی الله علیه و سلم و امام بخاری 3 نفر می باشد، به همین شکل که می بینید. و از همه سندی درازترین که در صحیح البخاری هست، حدیث یک سند هست به نام تساعی. باید داشته باشید، من این رو ذکر کرده بودم. تساعی یعنی که بین امام بخاری و نبی صلی الله علیه و سلم 9 نفر هست. فهمیدین؟ پس وقتی که یک متن با 2 سند یا بیشتر روایت می شود، آن سندی که رقمی یا عددی نفرهایش کمتر باشد سند عالی نامیده می شود و آن سندی که عدد راویانش زیادتر باشد آن را سند نازل می گویم. این فهم است انشاءالله. در اینجا مؤلف امام ابن الملقن چی میگوید؟ میگوید که فضیلت مرغوب فیها. خب من این را البته گفته گذاشتم، این اونقدر قسمت تعریف نیست. میگوید یحصل بالقرب من النبی صلی الله علیه و سلم. این شکلی که من به شما پیش کردم در اینجا، خب این مثالی بالقربی بالنبی صلی الله علیه و سلم هست. یعنی که چون که عبدالله سندش نزدیکتر هست به پیامبر صلی الله علیه و سلم، تنها بین این و نبی صلی الله علیه و سلم 3 نفر هست، این رو سند علی میگویند. اما فرض کنیم که در اینجا نبی صلی الله علیه و سلم نباشد، بلکه هدف ما به امام مالک باشد، با یکی از امامان حدیث باشد. یا اینکه این گونه تصور کنید که عبدالله و جابر گویم که شاگردان حدیث باشند و استاد آنها نه، بلکه استاد آنها امام مالک باشد. مثلا در اینجا این نفر اگر امام مالک باشد، خب امام مالک رحمه الله یک عالم حدیث بود، چطوری که شما میدونید، و این چنین فقیه هم بود. اگر این نفر امام مالک باشد و این نفر هم امام مالک باشد، یعنی که در اینجا هم امام مالک در سند عبدالله هم بیاید و در سند جابر هم بیاید. اکنون اگر سؤال ما نسبت به امام مالک باشد، یعنی که نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم نه، بلکه امام مالک باشد، در اینجا هم سند عبدالله سند علی می شود و سند جابر هم سند جابر نازل می شود.
برای اون که بین عبدالله و امام مالک تنها یک نفر هست، اما بین جابر و امام مالک 3 نفر هست. دیدید؟ پس این میتواند که نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم شود، من نبی صلی الله علیه و سلم، یا نسبت به یکی از امامان حدیث، یا اینکه سوم طریقش میتواند این باشد بتقدم وفات راوی، اگر اگر یک استاد 2 شاگرد داشته باشد و هر دوی آنها از همان استاد حدیث رو شنیده باشند، یعنی که بین هر دوشان هیچ واسطه نیست، هر دوشان بین آنها و استادشان هیچ نفری نیست، یا حتی اگر یک نفر باشد، اگر بین آنها از استادشان نشنیده باشند، از استاد استادشان، مثلا اگر استاد استادشان نفری کلان باشد، بین هر دوی آنها یک واسطه باشد، اما یکمش اول وفات کند، یعنی که تاریخ وفاتش اولتر باشد، کمی این فضیلتش میدهد. چون که کسی که وفات میکند علاقه حالتش تا یک درجه معلوم هست که آیا برای اسلام وفات کرد، آیا در حالت خوب وفات کرد یا اینکه نه. اما کسی که تا حال زنده هست حالتش معلوم نیست، یعنی الله اعلم، میتواند که فردا بگوید که من اصلا مسلمان نیستم، یا اینکه من اصلا شاگرد حدیث نیستم، من تمام این حدیث ها رو دروغ گفتم. مثلا بود در تاریخ اسلام نفرهایی که یا مردم میفهمیدن و آنها را باید به دار کشیده میشد، یا مردم نمیفهمیدن و پیش از وفات آنها چی اقرار میکردن، میگفتن که من در اصل یعنی این گونه یک شاگرد حدیث نیستم، من بین شما صدها تا حدیث های موضوع را نشر کردگی هستم، پهن کردگی هستم. خب و آخرین سماع هست، یعنی که کسی که از 2 شاگرد، کسی که اول از استادش شنیده باشد، حدیث او کمی فضیلتش زیادتر می باشد. اما این 2 سوم و چهارمش اونقدر مهم است، این 2 تای اول مهم هست، نسبت به پیامبر صلی الله علیه و نسبت به یکی از عالمان حدیث. کسی که بین آنها و بینشون و بین همان عالم حدیث یا بین پیامبر صلی الله علیه و اگر واسطه کمتر باشد سندش عالی می باشد، اما اگر سندش درست‌تر باشد سندش نازل می باشد. خب یک لحظه. به هر حال در همین جو درس ما به انتها میرسد ان شاء الله. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.